ده‌ها شکایتنامه. بیبی سریا شریپووا 1.5 سال است با شرکت الیت استرای سرویس بحث دارد. این شرکت می‌خواهد منزل او را تخریب کرده به جایش منزل بلند آشیانه سازد. دادگاه امر داده است که شرکت به عوض تخریب منزل به بیبی سریا 1,100,000 سامانی دهد، اما این زن طلبی دیگر دارد. من طلب دارم که همین جای همین زیستم خانه های نوبنیاد میشن، همینجا کوادرات هم به خانه تیان با ضرر جبرانم همینجا برارن من تیار من خانه ها ما چیزا ما سیتکه و کارابکه کرده ای تابستان 1 سال میشد که تیار دیده استادم که همیا سازش کنن خیزانه. حداقل 5 زن در کوچه عبدالله کماندر در نزدیکی امفی‌تئاتر دوشنبه با شرکت الیت استرای سرویس بحث دارند. یکی از ساکنان ناراضی رجب معالیمووا است. میگوید شرکت بر عوض منزل او و شوهرش 1,000,000 سومان پیشنهاد کرده است. عالیمووا و عائله‌اش تا 20 ایون مهلت دارند مبلغ را گرفته خانه را ترک کنند. سه اویلای بوتون در 1,000,000 چه خونه میگیریم؟ ای همین مرکز من چند جو خونه یافتم این مرکز گرفته تی شرکت قتی گوزنان کردم نگرفتن. انا همین پولا میگیریم میخزی تمام. خونه شموده نیست. طلبی ما همین جای خودمون متر کوادراتی تیان. همین خونه نوبنیاد که همینجا ساخته میشود ما دم همینجا خونه تیان ما با حضور زندگی کنیم. مسئولین شرکت الیت استرای سرویس حاضر نشدند مسئله را شرح دهند. نماینده شرکت در دادگاه گفته است ارزش منزل‌ها را یک کارخانه زیرتابع شهرداری دوشنبه معین کرده است. طبق اسنادی که رادیوی آزادی به دست آورد، شرکت الیت استرای سرویس به دولت آف عزت الله نصرت الله ویش تعلق دارد. سامانه‌های مخالفین او را پسر نصرت الله دولت و رئیس کمیته انداز میگویند. خودش یا کارمندانش حاضر نشدند در نزد دوربین مسئله را شرح دهند. الیت استرای سرویس از کلانترین شرکت‌های ساختمانی تاجیکستان است که در گذشته از سوی حکومت امتیاز گرفته است. شهردار دوشنبه در وقت اجازه ساختمان دادن شرکت‌ها را وظیفه‌دار می‌کند که صاحبان منزل‌های تخریب می‌شده را راضی کنند، اما در پایتخت چنین بحث‌ها میان ساکنان و شرکت‌های ساختمانی کم نیست. متخصصان راه حل مسئله را چنین می‌بینند. یگانه ویش است که همون شخصی که خانه بپوشد باید در یک جایگی در اشتراک خیلی با دیگر شخصای متصدی با همون شهروندان باید یک معامله معین بیاد. معامله خیلی که مثال خانه اگر همین نرخ بازار رو که اگر دپوسیم 100 سوم ماشین نیم 500 سوم میتی این خیلی نه یک دیده میبرم چیزی بازار دیده برآمده خیلی معامله باید اون نشتر کنه. یا اینکه مثال شهروند میخواد که میگه خانه من پولش حساب کنه پول میتی این دیگرش کار من، یا اینکه میگه که نه در دوام ساختمان من خانه یافته میتی یا خودش مییابد یا که شهروند خودش مییابد نرخی همون پولی هر ماهش میتیاد همون فرمایشگری میشه و بعد از بود شدن همون مثال وابسته خیلی در شهر خانه یک آشنای یک و دو اساسا برای بیناهای جمعیتی اصلا از سیمش سر کرده باید همون خانه رو همون آدم ها بتیاد. 5 ساکن کوچه عبدالله کماندر حالا به این حال روبرویند. اطراف منزلشان تخریب شده است و راهشان هم خراب است. آنها حالا دو انتخاب دارند، یا با مبلغ شرکت راضی شده از اینجا می روند یا با بحث و دعوا ادامه می دهند. مولا رجب یوسفی، امیر ایسایف، آزادی دوشنبه.